얘들아 집중해! 제발! 가연아 끝까지! 자신감 넘칩니다. 이길 수 있을 것 같아요? 저희가요? 이길 수 있습니다. 화이팅! و خیلی خب سبک بازی فرق داره و خیلی بیشتر خوش میگذره این بازی. خب جذابیت تکواندو با این نوع برگزاری خیلی بالا میره، تماشاچی پسند هستش و من فکر میکنم نیاز به این داره که این هیجان در تکواندو وجود داشته باشه که تماشاچی بیشتری به خودش جذب کنه. در کنار اون چون تیمی هم هستش، اون اتحاد تیمی خیلی خیلی مهمه.